اون قدیما میگفتن وقتی میخوای وارد یه شغلی بشی تا 4-5 سال اول باید خاک اون شغل رو بخوری تا یاد بگیری کل فنون اون شغل. اما الان دیگه اینطوری نیستش، چون تو هر شغلی بخواید وارد بشید آدم‌هایی هستن که بهتون آموزش میدن تا در یک مدت خیلی کوتاهی برسید به تمام فنون اون شغل. دیگه نیازی نیست که بری 4-5 سال خاک اون کار رو بخوری، کافیه که این آموزش ها و این دوره ها رو ببینی تا سریعترین زمان ممکن برسی به هدفت، چون تئوری و عملیشو با هم دیدی. توی مشاور املاک وارد شدی حتما باید آموزش ببینی، یادتون نره حتما باید آموزش ببینید، حتما باید دوره ببینید، چون من دیدم آدم هایی که سالهای سال تو شغل مشاور املاک داشتن کار میکردن اما نمیدونستن در زمان بازدید باید چی بگن، در زمان عقد قرارداد باید چه جملاتی به کار ببرن. دیدیم آدمی بعد از 10 سال کار کردن تو شغل املاک در زمان عقد قرارداد جمله‌ای گفته که کلا قرارداد به هم خورده. سعی کنید تو هر شغلی وارد میشید مخصوصا مشاور املاک حتما آموزش ببینید، حتما دوره ببینید. سعی میکنم تو پیج خودم کل اطلاعات و آموزش مشاور املاک از 0 تا 100 رو در اختیارت قرار بدم. حتما پیج منو دنبال کنید، حتما.